درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و این بار باز اومدم به خونه هاتون به درخواست شما با یک موزیک ویدیوی جدید. قبل از هر چیزی اگر دقت کرده باشید، من یا دیگر دوستانی که ریاکت میرن به موزیک ویدیوهایی از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، خیلی ویدیوها کمتر شده. شاید مثلا هفته یه بار، 10 روز یه بار بچه ها میان ویدیو میذارن. خود من هفته یک بار دارم ویدیو میذارم. حالا شاید این بعداً یه خورده تایمش بیشترم بشه، شاید 10 روز یه بار بیام یک ویدیو بذارم. مشکلی که هستش، ما هیچ درآمدزایی از یوتیوب نداریم، چون وی پی اینی که شما عزیزان استفاده میکنید از کشور روسیه هستش و روسیه توسط یوتیوب تحریم شده. پس هر آگهی نگاه کنید یا هر بازدیدی که داشته باشیم ما هیچ پولی نمیگیریم. من اگر نخوام بهتون دروغ بگم، بابت ماه قبل کلا شاید 7 یا 8 دلار درآمدزایی داشتم بابت ویدیوهایی که ساختم. خب حساب کنید 100 خورده این همه بازدید، 2000 تا 3000 تا 15000 تا 14000 تا بازدید خورده ویدیوهای من، ولی متاسفانه کلا من رو هم دیگه 7 دلار یا 8 دلار. من همیشه بهتون گفتم همه چیز پول نیستش، ولی نبود پول همه چیز رو نابود میکنه. خب منم برای اینکه برای زندگی کردن یا بقیه دوستان همینطور فرق نمیکنه، برای اینکه بخوایم زندگی کنیم با این شرایط الان که همه چی انقدر گرون شده، احتیاج به درآمدزایی داریم. به خاطر همین من بیشتر وقتم گذاشتم روی جایی که بتونم پول بیشتری در بیارم به خاطر زندگی و حالا امرار معاش خودم. به خاطر همین لطف کنید وی پی اینتون رو از روسیه بردارید که ما درآمدزاییمون بیاد بالاتر، که بتونیم بیشتر بیایم واسهتون ویدیو بذاریم. بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو بسیار زیبا از خانم شبنم ثریا رو با هم دیگه ببینیم و لذتشو ببریم. من این موزیک ویدیو رو ندیدم، نمیدونم، فکر کنم موزیک ویدیوی خود موزیک دقیقا نمیدونم. بریم با هم دیگه ببینیم. مرسی بابت همه انرژی مثبتی که من میدید. امیدوارم همه انرژی ها برگرده به خودتون. بریم ببینیم. شکر در لب جانان چه شیرین مزه داره. فکر کنم من اولین باره که از این هنرمند عزیز دارم ریاکت میرم. صدای بسیار زیبایی دارن. 11 میلیون خورده ای هم بازدید داشته. آقا خیلی بازدید بالایی داشته، باریکلا. صداش خیلی زیباست، خودش هم که خیلی خوش سیما. بریم این ادامه رو گوش بدیم. میفارد نمیفارد چشمینم شوری داره، عشق بچه‌ی سرمست به شبنم زوری داره. یا بزن دو تاریک و کل داره، شاید نغمه دو تاره سیری دل ما براره. صداش خیلی گیراست، خیلی باحاله، خوشم اومد. موزیک، صدا، جفتش. ببینید این خیلی مهمه که موزیک و صدا با هم دیگه مچ بشه که یک چیز قشنگی از توش در بیادش. واقعا ایشون هنرمندانه داره میخونن. من عجیبه که از ایشون، من خانم شبنم ثریا اسمش هم خیلی شنیدم. فکر کنم هنرمند خیلی خیلی پرقدرت و معروفی هم باید باشه در کشور از تاجیکستان. چطور من تا ریاکت نرفتم؟ احتمالا من ریاکت رفتم، ویدیوهاش کپی رایت بوده، پاک کردم. البته فکر کنم اینم کپی رایت بخوره، ولی خب وقتی هیچ درآمدزایی ازش نداری، آقا بذار کپی رایت بخوره دیگه. پس اون طرفی که به قول یافتن خانم شبنم ثریا، هرچند که ایشون هم پولی دستش نمیاد وقتی که به اصطلاح وی پی ان روسی استفاده میکنید، لااقل بذارید حالا تبلیغا برای ایشون یه درآمدزایی داشته باشه که اگر داشته باشه. بریم ادامه. سری دل ما براره با صد ناز و اشاره، عشق بچه مغرور به حالم کرده کاره. اصلا کلن آدمای مغرور، قد، بد بوی برای خانوم ها بسیار جذاب ترن. علی ایکس دی داشته باشین. بریم ادامه.
لب جانان چه شیرین مزه داره مفارد نه مفاره چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست و شبنم زوری داره به 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 به، صحبتاشون که خیلی باحاله، خیلی جذابه. متن موزیک هم که خیلی اصلا گوگولیه به قول خودمون. این چی بزنم بره من اینو الان رفتش. کلاشو خیلی دوست دارم تو این عکس، چون من دیدین که بچه بیشتر وقتا کلاه میذارم، چون کلاه رو من خیلی دوست دارم. و اینکه اگر که موزیک ویدیوش هم این هستش واسه من لینکش رو تو کامنت ها بفرستین، چون من بیشتر دوست دارم روی موزیک ویدیو ریاکت برم که حالا توش یه نمایشی یه فیلمی هم باشه، خیلی بیشتر و جذاب ترش میکنه به نظر من ریاکتو. اگر که موزیک ویدیوش هم داریم واسه من بفرستین، و اگر دوست داشتید موزیک ویدیوش هم ریاکت بریم به من بگید که این کار رو انجام بدیم. بریم ادامه رو گوش بدیم. یا بچه خاله سخنگوی با اشاره با یک تیری نگاهت دلم تو کردی پاره یا بچه نادونی بیا حرف دلم خان تلاش کن دل بعد از آره جب ساده یاره بیبوسم به بهانه با یک شور و شراره شکر در لب جانان چه شیرین مزه داره ای 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 ای، شکر در لب جانان چقدر شیرین و باحاله نه؟ معلومه که لب یار شیرینه و شکرکی و خوشمزه و عسل لامصب. چی میگی داداش؟ بریم ادامه. مفارد نه مفاره چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست و شبنم زوری داره آها، توی کامنت ها خیلی نوشته بود که من اهل روسیه هستم. من ایرانی آلمانی هستم، دو تابعیتی هم، یعنی هم ایرانی هستم هم آلمانی هستم. گفتم بچه ها بدونن، چون خیلی نوشته بودن که روس هستی، از کشور روسیه هستی. نه، من از کشور روسیه نیستم دوستان. فارسی هم زبون مادریمه، آلمانی هم بلدم. بعد همین دیگه، چون سوال خیلی پرسیده بودین گفتم بهتون اینو بگم توی این ویدیو. بریم ادامه رو گوش بدیم. یا بزن دو تاری ککل داره شاید نغمه دو تاره سری دل ما براره سری دل ما براره با صد ناز و اشاره عشق بچه مغرور با حالم کرده کاره بیبوسم به بهانه با یک شور و شراره شکر در لب جانان چه شیرین مزه داره مفارد نه مفاره چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست و شبنم زوری داره اینم به درخواست شما از هنرمند عزیز شبنم ثریا. یادتون نره، پس بازم دارم بهتون میگم لطفاً از VPN روسیه تا زمانی که تحریم هستش توسط یوتیوب استفاده نکنید. من خودم هیچ مشکلی با روسیه ندارم، خیلی هم کشور روسیه رو دوستش دارم، ولی الان چون اون تحریمش کرده، یوتیوب روسیه رو تحریم کرده، واسه ما هیچ درآمدزایی نداره و این یک دل سردی هستش که باعث میشه که ما کمتر بیایم و کمتر ریاکت بریم به موزیک ویدیوهای کشور عزیز تاجیکستان.
امیدوارم که سرفراز سربلند در کنار خانواده‌هاتون شاد و خندان، جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی، بدرود.